میگن آیسان اسلامی چون خودش بود، چون الفاظ خودشو داشت، هرچی از دهنش میومد میگفت و صادقانه حرف میزد، معروف شد. خطاب به این دسته آدمایی که مغزشون رو گذاشتن توی گاراژ، گذاشتنش هواخوری، یا اینکه در مقابل فهمیدن بسیار مقاوم هستن، نمیخوان متوجه بشن. میخوام این موضوع رو روشن بکنم. شاید فهمیدید. اولا اینکه شما اصلا متوجه نمیشید الگوریتم اینستاگرام یا امثال این پلتفرم ها چطور کار میکنه. الگوریتم اینستاگرام جوریه که تو اگر یکی 2 تا پست الفاظ رکیک به کار ببری، پست سوم چهارم محدودت میکنه، پست پنجم ششم کلن سرتو میکنه توی خودت، پست هفتم هشتم کلن پیج تو یواش یواش میبنده. چی جوریه یه پیجی این همه فوش رکیک توشه ولی اینجوری ویو میگیره، تازه 14 میلیون فالوورم داره؟ چون بایستی مهندس الگوریتم پشتت باشه و یک تیم تخصصی که سر الگوریتمو گول بماله. اینا پولای خاص پشتشه، شما اینو نمیفهمی، عقلت نمیرسه متوجه بشی. دومین موضوع، تاریخ تأسیس پیج 2013 است. این آقا 2 سال سر کلش پیدا شده، تازه 2024 تیک آبیشو گرفته. تا قبل از اون کجا بوده؟ خب این پیجا رو میسازن، تو آب نمک میذارن، بعد این محصول پیدا میکنن، مثل آیسان اسلامی میندازن توش، تو هم باورت میشه که این خودش این کار انجام داده. خب خیلی متوجه نمیشن، عقل تو کلشون نیست. و موضوع آخر اینه که اونایی که میگن تو میخوای از این بالا بری ویو بگیری، اولا که صاحبای امثال آیسان اسلامی میدونن من بدکوفتیم، اجازه بهش نمیدن راجع به من صحبت کنه.